عظمت این 72 نفر در اخلاقشون، در اوجی از اخلاق قرار داشتن که ملائکه رو به شگفتی آورد. حالا وجود مقدس ابی عبدالله به 4 ویژگی اخلاقی اینا در سخنرانی شب عاشورا اشاره کردم. 1. وفادارترین انسان. این حرف کمی نیست، ولی ابی عبدالله میفرماید اوفا، اینا وفادارترین انسانهای عالم. 2. کلمه خیر در سخنرانی شب عاشورای امام نه به معنای خیره، میگه اینا نیکوترین های عالم. 3. امام میفرماید اینا ابرن، یعنی نیکوکارتر از اینان وجود نداشت. و یه لغت 4، اوصل، صله رحم کننده تر از اینان نبود. امام میخواد به ما بگه بالاترین درس اخلاقی رو از این 72 نفر بگیرین. به دین، به توحید، به قرآن، به امامت، به خلافت اهل بیت وفادارترین ها باش. اینا میدونید کجا پیمان شکنی نکردن؟ زیر شمشیر و تیر و نیزه و خنجر و عمود و چوب و سنگ 30,000 گرگ میدونستن علم این جنگ در جنگ سرنگون میشه. میدونستن تیرهای دشمن چشمو میبره، گوشو میبره، سینه رو میبره، گلو رو میبره. در وفاداری وفادارترین ها بودن. همه رو میدونستن. یه نفرش نیومد به ابی عبدالله بگه حسین جان از نظر نظامیگری آیا ایستادن در این جنگ نابرابر درسته؟ یکیشون نپرس، یکیش